کشتار قانقاریا میشه، رودهاش خوش میشه، بازم میمیره. 12,000 کودک در یمن به خاطر جنایت وهابیت، به خاطر سوء تغذیه و تحریم زیر خاکای سرد صنعا خوابیدن. غذا نخوره بشر میمیره، زیادم بخوره میمیره، اندازه باس بخوره. ما برای سوخت و ساز متابولیکی بدنمون به غذا نیاز داریم، ولی یک پرس غذا بدن ما مثل یک ماشین میمونه. ماشین به سوخت نیاز داره، هرچی این سوپ ترکیبش سوپری باشه دور موتور منظم تره. بنابراین فرماد یک پرس غذا. پرخوری یک عادت روانیه، یک نیاز بیولوژیکی نیست، یک نیاز سایکولوژیک نیست، یک نیاز فیزیولوژیک نیست، یک عادت غلطه. مثل خیلی از عادتایی که داریم، عادت به پرخوری، پرخوابی، به چت کردن، عادت به کبوتربازی، عادت دیگه. صبح تا شب میره پشت بوم نمیاد پایین، چیکار میکنه؟ دعا همه عجیب میخونه، نه دنبال بغدادی و مصری و لاری و توقی و سار و ساده و هفت رنگ و هشت رنگه. خب اینم واقعا گیره، اینم اعتیاده، اینم عادت غلطه. پرخوری هم یه عادته. پس سفره که میشینه، به خصوص سفره صلواتی باشه، سفره باجناقش باشه، سفره ظهر عاشورا باشه، دکمه زیر گلوشو باز میکنه، تسمه کمر رو آزاد میکنه، هواگیری لازم، نفسهای عمیق میکشه، بالاشو مثل کرکس پهن میکنه رو سفره. انتقامی از سفره میگیره که صدر اسلام از کفار نگرفتن. قاشق نمیاد بالا، لیفتراکه، دهن نیست، ترمینال، مثل جارو برقی میبره. یه نوشابه دستشه، یک زیر زانوش قایم کرده، یک پشت سرش گذاشته. بعد به بغل دستش میگه تو نوشابه تو نمیخوری؟ میگه عزیز من تو همینجوری یه نارنجک از ضامن آزادی، هر آن خطر انفجار 10 نفر رو افقی میکنه، چیکار داری میکنی؟ 2 پرس غذا خورده، 2 تا نوشابه، یه آروغ میزنه با درشت تا حسینی رجا میکنه. الهی شکر ما که سیر شدیم، تو سیر نشدی، تو الان یه بمب هیدروژن هستی. برادر عزیز، خدای دهن رو کوچیک قرار داد، یعنی لقمه ها رو ریز بردار. اگر میخواست لقمه ها رو ببری برداریم، خط لب و تا بناگوش جر میداد، مثل قورباغه فکمون 180 درجه باز میشد. اهرم هیدرولیک نیست که فک نیستیم ما. این دهن خدا کوچیک، یعنی لقمه ها رو ریز بردار، با این دندونای جلو خورد کن غذا رو، با دندونه آسیابی بکوب، با دندونه ثنایا رو سطح قشای زبان، سطح اسیدی هلش بده، قابل جذب بشه. ولی اینجوری غذا نمیخوره، بشقابو میاره بالا، راست روده لیفتر میکنه، مستقیم میخوره. این دهن خدا کوچیک قرار داده، یعنی ظریف، مراقب باش. دیدین بعضی خانم‌ها چه اشتباهاتی میکنن؟ میرن لباشون رو ژل تزریق میکنن، لبا مثل شتر پهن میشه. نصف شب مرد و بوسیده، بادکش کرده، چشم مرد کلات شده. صبح بلند شده میگه چرا این بلا سر من در میاد؟ میگه به خدا روی علاقه فقط اومدم یک خبری پیامی بهت بدم، چه